سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با پنل خیلی خفن و خیلی پر امکانات و پر سرعت همسان که یک پنل ملی کاملا پر سرعت و رایگان هست بدون هیچ هزینه‌ای. خیلی راحت از طریق کلود فلر میتونید بسازیدش و از این پنل استفاده کنید. قبل از هر چیزی لایک، ساب و کامنت فراموش نشه. خب بریم سراغ این پروژه و انجام و ساخت این پنل بسیار خفن که مشخصاتش و همه چیزش و طریقه نصبش همش داخل این کانال پروژه گیتاب همه چی گفته شده و من لینک این پروژه رو داخل کامنت اول میذارم. کسانی که میخوان پنل رو نصب کنن و داشته باشن میتونن ازش استفاده بکنن. بریم برای ساخت این پنل. لایک و ساب یادت نره. بریم سراغ پنل. خب دوستان، وارد این بخش که اینو یادم رفت بگم، وارد این بخش که نوشته work.js میشید. 3 نقطه این بغل رو میزنید، کد رو کپی میکنید. اینجا دیگه ما کاری نداریم. اگر خواستید مثلا یه زمانی دچار مشکل یا چیزی شدید میتونید به این گیتاب مراجعه کنید. طریقه نصبش مثلا یه چیزی مشکل داشتید یا چیزی، بیاید اینجا انجام بدید که همه آموزشش رو من امروز میدم که دچار مشکل نشید. خب بریم برای ساخت این پنل بسیار خفن و بسیار زیبا. من وارد کلود فلر میشم و از اونجا بهتون توضیح میدم که باید چی کار کنید. خب دوستان عزیز، من وارد کلود فلر شدم. وارد دامنم میشم. پس دوستان اگه خواستید کلود فلر این پروژه رو بسازید حتما یه حساب کلود فلر داشته باشید که بتونید ازش بسازید. که حساب کلود فلر هم خیلی راحته. یه دونه ایمیل، یه دونه پسورد و یه ایمیل تایید به ایمیلی که دادید ارسال میشه و اون ایمیل رو تایید میکنید و خلاصه میتونید وارد کلود فلر بشید و حساب کلود فلر براتون ساخته میشه. خب دوستان، برای این کار اول از همه صفحتون رو روی حالت دسکتاپ بذارید. این یه بخش مهم، حالا روی حالت دسکتاپ. و گزینه بعدی که باید اینجا انجام بدید، کار بعدی که باید انجام بدید، میاییم پایین استوریج دیتابیس. استوریج دیتابیس رو میزنید. اینجا نوشته ورکس کیوی که این گزینه است، ورکس کیوی. روی ورکس کیوی میزنید. روی این گزینه که زدید روی این کریت آبی رنگ بالا کلیک میکنید و این اسمی که من میگم با این اسم این کیوی رو میسازید. همسان حروف بزرگ، همسان حروف بزرگ، یه دونه آندرلاین، یه دونه اس بزرگ، یه دونه دی بزرگ. پس همش حروف بزرگ بزنید و کریت رو میزنید. براتون ساخته میشه. من یه بار ساختم و اینجا نمایش داده میشه. اینجا دیگه کارتون تمامه. میاد روی این بخش اولی، روی این گزینه فلش بغل این گزینه که اینجاست رو میزنید. خب اینه که زدید روی گزینه همین این که من نشون دادم، اینها فلش بغل این رو میزنید و وارد ورک رن پیجز گزینه اول زیر مجموعه این گزینه اول ورک رن پیجز رو میزنید. کریت رو میزنید. روی سومین گزینه رو میزنید. هم سومین گزینه روی دیپلوی میزنید. میتونید اسمتون هم عوض کنید، یه اسم دلخواه برای خودتون بذارید، ولی من همین رو ساختم و تاییدش کردم. خب اینجا روی سمت راست بالا 2 تا گزینه ویزیت و ادیت کد، روی ادیت کد میزنید. صفحه رو کوچیک میکنید. دوستان حتما صفحتون رو حالت دسکتاپ بذارید که بتونید این کار رو بدون خطا انجام بدید. سمت راست بالا هم باید براتون بنویسه هلو ورلد که الان برای من نوشت. هلو ورلد وقتی بنویسه دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد. خب این کدی که اینجاست رو پاک میکنید کلش رو، یا میتونید خیلی راحت از این بالا، از این کادر تقریبا بالا، حالا طولانی میشه ولش کن. بذار من همین کد رو پاک کنم.
که راحت تر بشه. من کد رو پاک میکنم، بعد ویدیو رو استاپ میکنم، کد رو پاک میکنم و بعد بهتون توضیح میدم. خب دوستان الان میام روی بخشی که کد رو کپی کردم کلیک میکنم. کدی که برای من کپی شده باید جایگزین اون کد بشه. چند لحظه منتظر. خب بله این کد برای من اومد. روی این گزینه بالا دیپلوی کلیک میکنم و باید سبز بشه برای من. خب برای من سبز شد. تا اینجای راه رو درست رفتیم. حالا برگشت رو میزنیم و میایم روی گزینه بیلدینگ، اد بیلدینگ رو میزنم. کیوی نیم اسپیس رو انتخاب میکنم. این گزینه کیوی نیم اسپیس و روی اد بیلدینگ میزنم. خب اینجا رو دقت کنید. اس بزرگ و ای کوچیک رو میزنید. خب وقتی که این رو زدید حالا همون کیوی که همسان آندرلاین استی بود که ساخته بودیم رو اضافه میکنیم به این بخش و اد بیلدینگ رو میزنیم. این هم از اد بیلدینگ و حالا روی روی ویزیت ضربه میزنید. شما موفق به ساخت یه پنل خیلی خفن شدید. برای استفاده از این پنل هم کد کاربر داخل پنل گیتاب هست که الان من میزنم که ببینید. خب دوستان داخل اینجا که بیاید نوشته رمز کاربر رو کپی میکنید. کپی که کردید میرید داخل همون بخش وارد میکنید. اینها بچه ها رمزی که وارد کردید روی گزینه ورود کاربر میزنید و کانفیگ براتون نمایش داده میشه. یه دونه کانفیگ ویلس گذاشتن، یه دونه هم اوپن وی پی ان که روش بزنید اینطوری دانلود میشه براتون و میتونید استفاده کنید. 3 تا کلاینت رو نصب داشته باشید. هر روز یه کدای رندومی میزنن. یه روز اوپن وی پی ان، یه روز بایگارد، یه روز هم ویتور انجی و فرق میکنه کدها. خب من ویدیو رو زیاد طولانی نکنم تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ. لایک، ساب، کامنت یادت نره و مهمتر از همه گیتاب پروژه تیم ایران رو حمایت کن حتما و لینک کانال پروژه هم براتون میذارم تا ویدیوهای بعدی. خدا